برای بررسی روند کمک رسانی به مناطق زلزله زده بوشهر رفته است. هیئت دولت نیز در نشست امروز خود خسارت‌های وارد شده به مناطق زلزله زده بخش‌های کاکی، شنبه و تسوج شهرستان دشتی را بررسی می‌کند. استاندار بوشهر از آغاز عملیات ترمیم و بازسازی تأسیسات زیربنایی و خدماتی در مناطق زلزله زده شهرستان دشتی خبر داد. معاون عمرانی استاندار بوشهر هم برای آواربرداری گفت چادر و امکانات و مواد غذایی به اندازه کافی از استان بوشهر و استان‌های همجوار در اختیار حادثه دیدگان قرار گرفته است و در این خصوص مشکلی وجود ندارد. رستمی تعداد جانباختگان زمین لرزه 6.1 ریشتری دیروز را 37 تن اعلام کرد و افزود حجم مسکونی 100% و بیش از 100 واحد هم از 30 تا 50% خسارت دیده است. مرکز لرزه‌نگاری دانشگاه تهران هم از ثبت 29 پس لرزه در بخش‌های شنبه و تسوج خبر داد که بزرگترین آنها به بزرگی 5.4 ریشتر ساعت 6